سلام، طاهری سفر هستم و با اخبار امروز پنجشنبه 26 نوامبر همراه شما. شورای علمای تاجیکستان با صدور یک فتوا جوانان تاجیک را که در صف گروه‌های تندرو و تروریستی در سوریه و عراق می جنگند سلفی مآب نامید و گفت که بازگشت آنها به کشور خطربار است. در این مراجعتنامه که روز 26 نوامبر به دست رادیوی آزادی رسید گفته می شود که برای این جوانان مهم نیست کی را می کشند، مادر تاجیک یا کودک شیرخوار را. آنها می توانند تاجیکستان را در مدت کوتاه به سوریه و عراق و یمن و افغانستان مبادل کنند، آمده است در این بیانیه. در تاجیکستان جریان سلفیه را سال 2009 حرکت افراطگران نامیده و فعالیتش را در کشور ممنوع کردند. به گفته مقامات بیش از 500 شهروند کشور در سوریه و عراق به صف گروه‌های تندرو و تروریستی پیوسته و در آنجا می جنگند. مقامات آمریکایی گفتند حمله خونین به یک شفاخانه سازمان طبیبان بدون مرز در شهر کندوز اساساً به سبب خطای انسانی رخ داده است و آنهایی که سبب حادثه شدند موقتاً از وظیفه‌هایشان برکنار شدند. جان کمبل، ژنرال آمریکایی و فرمانده نیروهای بین المللی و ایالات متحده در افغانستان روز 25 نوامبر در نشست خبری در شهر کابل گفت: این یک فاجعه بود ولی حادثه قابل پیشگیری بود که به سبب خطای انسانی رخ داد. مقامات آمریکایی دیروز نتیجه تحقیق حمله به شفاخانه طبیبان بدون مرز را نشر کردند که در نتیجه آن حمله دست کم 31 نفر کشته شدند و 28 تن دیگر جراحت برداشتند. حمله هوایی روز 3 اکتبر در زمان صورت گرفت که جنگجویان طالب شهر کندوز را تصرف کردند و عملیات برای واپس گرفتن شهر در آنجا ادامه داشت. از مرکز شهر دوشنبه به زودی یکی از رمزهای قدیمترین نشان جمهوری سابق شوروی تاجیکستان را می‌بردارند و جای آن در آینده فقط گلزار خواهد بود. ستون 24 متری که در نزد بینای پارلمان تاجیکستان جایگیر است سالهای 50 اصلی گذشته ساخته شده است. مقامات رسمی میگویند ستون بزرگ را ویران نمی‌کنند و آن را همچون میراث فرهنگی زمان شوروی در یک آثارخانه می‌گذارند. از بس که ستون در کنار یکی از راه‌های مرکزی پایتخت جایگیر است، برچیدن آن شبانه صورت می‌گیرد. پیشتر از این جامعه مدنی شهر دوشنبه با مراجعت به مقامات رسمی از آنها خواستند بعضی از بناها و رمزهای قدیمی پایتخت را همچون میراث تاریخی زمان شوروی حفظ کنند و از نزد همین ستون میرزا نبی خالقزاد گزارش می‌دهد. بینندگان عزیز، این گربی که ما می‌بینیم این ستونه که با بلندی 22 متر است و در روی آن گربی شوروی جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان نصب شده است و هنوز سالهای 50 این برداشته شده بود. اکنون با قرار حکومت شهر دوشنبه این از پایه‌اش به پورگی برکنده میشد و به جای دیگر کوچانیده شده. خود گرب، خود نشانه زمان شوروی تاجیکستان به موزه به یادگاری‌های مصوری شهر دوشنبه انتقال داده می شود و دیگر بینندگانی که این را اگر خواهش تماشا و دیدن داشتن دیگر میتونن در موزه این گربی زمان شوروی تاجیکستان که روی آن داس و بالغه و پخته و گندم نشانه گذاری شده است اون را میتونن تماشا کنند. این ستون علاقه کارمندان ریاست ساختمانی شهر دوشنبه برای برکندن این ستون آمادگی دیده ایستادند و شما که ما می‌بینیم کارمندان شرکت ساختمان یکی از شرکت‌های ساختمانی شهر دوشنبه به کار شروع کردند و طور این ساختمانچیان میگویند آنها گرب را علاهیده و با احتیاط برمی‌کنند و به موزه انتقال میدن ولی پایه این را جدا جدا نموده به جای دیگر انتقال داده. در این محله که مساحت 5 متر را در بر میگیرد یک میدان گل‌ها یعنی درست کرده می شود. دستور کوچانیدن برخی از قسمت‌های بازار مرکزی ناحیه جبار رسولوف در ولایت سوخت سبب اعتراض و نگرانی تاجران و صاحب ملکان شده است. خبرنگار رادیوی آزادی نصف روزی 25 نوامبر بخش سبزوات فروشی بازار را خالی پیدا کرد زیرا مقامات در همان روز باری تاجران را مجبوراً به بازار دیگری به کنار شهر بردند. اما کوچانیدن بخش دیگری بازار از جمله دکان‌های آرد فروشی ادامه داشت. مقامات حکومت شهری جبار رسولوف میگویند قسمت‌های فروش سبزیجات و میوه و آرد و غله در بازار مرکزی با طلبات‌های بهداشتی و آتش نشانی مطابق نیست. از این رو باید به بازار نوی کنار شهر کوچانده شود. تاجران میگویند به آگاهی پیشکی کوچانیدن آنها بازارشان را کساد و خودشان را مفلس میکند.
اهالی قرقیزستان با تولد طفل نوزاد در شب 26 نوامبر به 6 میلیون نفر رسید. دخترک در شهر اوش در خانواده یک افسر قرقیز الماس کوژاشف به دنیا آمد و به گفته طبیبان وضع طفل و وضع مادرش راحت بلیکوف خوب است. وزن نوزاد 3 کیلو و 870 گرم را تشکیل می دهد. با گفته طبیبان قرقیزستان از ساعت 6 روز 25 نوامبر تا ساعت 6 بامداد روز 26 نوامبر در قرقیزستان 122 طفل به دنیا آمد. الماسبک اتنبایف رئیس جمهوری قرقیزستان والدان طفل را تبریک کرده و گفته است که افزایش اهالی یکی از نشانه‌های مهم زندگی آسایشته و باوری مردم به آینده است و اخباری از این هم بیشتر در وبسایت رادیو آزادی، در صفحه‌های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه رادیو آزادی برای تلفن‌های همراه.